به نظرم این گرونترین حرفیه که میخوای الان بشنوی. حاجی، من دیروز با کسی که 500 میلیارد ارزش داراییش بود تونستم فقط 10 دقیقه صحبت کنم. بهش گفتم به من جوون 26 ساله یه حرفی بزن، یه نصیحتی بکن که بتونم تو دوران جوانی فقط 1% دارایی تو رو داشته باشم. حاجی حرفش اینقدر قشنگ بود، طلا بود، میخوام فردا قاب کنم بزنم دیوار اتاقم. اولیش این بود، گفت پسرها هر وقت به درک این برسن که زنها به خاطر نیازشون به این احتیاج دارن نه به خاطر علاقهشون، به جای اثبات وفاداریشون میرن پول در میارن، بعد میرن سراغ اثبات داراییشون. دومی، گفت هر وقت دختر پسرای الان بتونن از کمر به پایین رو کنترل بکنن، اون وقت میتونن 50 میلیون رو در بیارن، مدیریتش کنن، بیشترش کنن. کسی که هنوز توی کنترل کردن غریزش مونده انتظار نمیره ازش که یک کسب و کار مدیریت کنه، کنترل کنه. سومیش، گفت ساقی موادی که پول میره تو جیبش بیشتر از کسی که لوگوی ثبتی داره و پول نمیره تو جیبش تاجره. گفتم یعنی چی؟ گفت هر وقت اولویت‌های آخرتو اول بذاری با کله میخوری.